قصه این همیشه شما واجهه این همیشه واجه یا کودن در بارگاه رب دهنه دروازه یا وطمنا میدان امیر هوشنگ سواران داخل بیتم و بارگاه رستن چم آل حرم چه پشت پرده با ابتاب جمال امیر هوشنگ کب تماما به جمال آیگاه حیران بیتم و آیه با خوشگلی پسندت بانو حرم گوشت خدا بکن که پادشاه ملکه به ای جوان بدنته سکه داماد شوکه ما را گیرد که امیر هوشنگ به در بارگاه رسید. شمس وزیر و کمر وزیر بازو گپتن چه اسپاچی وجه آرت چهره امیر هوشنگ چی پیاده که بی پرده بارگاه وجه مجلس جمع کتن چدن تا یک کره و وارد بیت امیر ارسلان و تن به در بارگاه رسید. کمر وزیر به دربان گوشتگا که خواجه الیاس که کاوچی هستن در بارگاه بیاری یک جای شرین بایی بده که تمام بارگاه بگندی. دربانا به گفته به گوشه کمر وزیر به امیر ارسلان جای شرین داد. امیر ارسلان نظر کو بارگاه دیدی که چو بارگاه شوکه آراستگی سنبیتگی تخت طلاهین در وسط بارگاه دا ایره کتک پادشاه مزنه عظیم و شانه یعنی به تخت سرا نشتگد. چار کوب پادشاهی گود پادشاهی مای گوره زهم جواهرنگار الماس نگاره و گوهر قیمتی به سرین بستگد تاجا 7 الماسی 7 کنکری و 7 یاقوتی به جواهر به سرا ایر کتگا. دور تا دور همی بارگاه 700 صندلی طلاهی ردیف ایره. امیران و صاحب علمان و منشیان و تمام صاحب صندلیان آرام گپتگتن و پرشان ریشه مروارید ریشه گوشانی مروارید تن همودا پچ کتگتن و آس جاگانی که هستن جا آسانی که آزمان برگو نبیتن جا آسانی آس جا بیتن که مثلا آس رو کتگ که درگاه مثلا مجلس تو روشنا ببینه جا آسانی آتش کدیانی جو طلای پیما اڈ کتگتن و اود و انبر هر نیمگاه ما سوچکی که یعنی بارگاه وشیم بوه بکن چو بهشت مزنه سنبهینک بیتگا. امیر ارسلان چا وز بارگاه نندگا وطیگا و امیران وطی با یادا کب با یادا رب و وطی یعنی وزیرانی یادی کتی عرص چه دور چما امیر ارسلان خلقه ایجاد یعنی کتره چما چه عرص درد که هما وقت امیر هوشنگ در دیما تخت پادشاه تعظیم کتی و عرضی کد نی هر که پادشاه دیما که و تونه یک شعری و یک آیه صفات آیه واسه بزرگی آیه بیان کنن و خوش آمد گویی کنن تی و دل بردی اینه دانتی ما بلوچا بون کار زبان بلوچی دل بردی و وشت که کنن تی وشت که بلوچی نه ایشانی وشت نی بلوچی نه ایشانی وشت هر زبان پدا وشت خسته نه نی وجه وشی شیا امیر هوشنگ برابر تخت پادشاه تعظیم کتی عرضی کو این لوٹی آیا خوش آمد گویی بکند گوشتی که شها هر صبحگه بر آستانت به عزم خاکبوس آستانت اگر خاکان وگر اسکندر آید اگر سلطان ماضی سنجر آید وگر نوشیروان خسرو هند کرا قدرت بود کز در آید که تا خدام را نبود اجازت محابت تو اگر بانک بر زمانه زند به سجده آفتاب
از خاور آید. کتار هفته ایام بگسلند مهار. واجه باشه من سواد کمه ببخشید. عمر و دولت وشی مخلوق 18,000 عالم و بنی آدم الله تعالی نیتی باز بکن. مصور و عمر دولت و خلاق 18,000 عالم و مصور مسور بنی آدم زیاد کند. آواز هر نیمگاه تحسین و چه پادشاه و وزیران و امیران چست بید. چند پادشاه چه خوبصورتی و جمال امیر هوشنگ حیران بید. گوشتی ما طرف راست بارگاه صندلی ایر بکنه که امیر هوشنگ هموده برندی. وجه صندلی همشین آرت ایر کپ امیر هوشنگ واسطا حکم بید که امیر هوشنگ ما صندلی سره برندی. امیر هوشنگ و وتی وزیرا و 40 امیر و صندلی نشتگتن اشارتی کد که دن ساکی می بیاری. اشارت کرد تا ساکی می آرد. می بر باد جمشید و کی آرد. اشاره کو دن ساکی که می بیاری وشی می با یاد جمشید که کدی کارید. لعبتان پرنگی می به گردش در آورده. این خوشگلان پرنگی می وجه به گردشد دیگه شروع کو می دیگه نه. می سرمایه عیش و جوانی کمین تعریفش آب زندگانی. دور اول به خاموشی دور دوم به سرگوشی دور اول به خاموشی دور دوم به سرگوشی دور سیوم به چار خانه بازی دور چهارم که به زهره تعلقی هسته و ساز جنوکان رنگارنگی هر نمونه ساز به نوازش چس کتند تو همه که بزم آرایش کنک بیت و سنبهینک بیت. امیر هوشنگ بوتی وزیر اشاره کت. وزیر چه جاگه پا داد. بعد چه ساعتی و پشت سر آیه 200 خانچه جواهر و نفیسه گران قیمتی جواهر و الماس گران بهای تحفه و هدایا قیمتی به داخل بارگاه آوردند. امیر هوشنگ چه جاگه پا داد که در برابر پادشاه تعظیم کد. دستی در بغل کد و نامه در کد و عرضی کد قربان به ما پیشکش کمکی هستیم که با نثار قربان کنگا تی قدم مبارک ما آرتگم. اگرچه قابل حاک پا مبارک نیستیم مطمئن ببه که ما مزاحم شما پادشاه و ملوکانی عواطف خسروانه وقت قبول بکنه. یعنی کلیپ چارم از این 8 دقیقه وقتی من ای جوار چیزی آرتن دیمه آرتن که پادشاه دهنده که پیشکش هم به نثار قدم مبارکت تیگه ما آرتگم. اگر قابل بزانه حاک پا ما را وقتی مثلا دوست بزانه ما تی ورات کنیم به چی واسطه نامه هم در کدا و اگر قبول بکنه به نسبت ای غلام یعنی پوت زاماتی قبول بکنه و مرحمت هستیم و پادشاه گوشت فرزند راضی به زحمت شمایگا من نبیدتگه. این نامه چیه؟ عرضی کد این نامه دوستانه پتا منیگه به پیشکش به خدمت تو دیم داده. پادشاه گوشت باز شره دستی دراج کد و نامه گفت چند طبق جواهر نثار نامه کد. نامه سرا نامه هم به دست شمس وزیر داد و گوشتی بانی
بانی بگند و چه لکتا. شمس وزیر نامه پچ کو دیتی لکتا. اول به نام خدا، دوم به نام عیسی روح الله، سوم به نام خواجه اعظم، چهارم از من که پاپاشاه فرنگی هستم، به نزد برادر عزیزم و تو اعلی حضرت پتر شاه، چه جا که اتحاد و دوستی عالی حضرت نسبت به این دولت پیش چه حد منزانه و رابطه دوستی و براتی بین دو ملک و حکومتی دولتی محکم تر بی. چه ای خاطر نور وتی دیده وتی امیر هوشنگ گم وزیرا پیشکش دیمون دادن و که آیه شجاعت در مشرق و مغرب پیچته و جوان سکن پخته کاره و عقل و چالاکینه به هر صفت که هر پیما که تو بزانه آیی من دیم داده به خدمت برات وطن. چند روز آیا وتیکه را بدار تجربه بکن. اگر تو سنجت بسنجی امتحانی بکن. همه پیما اگر لایق غلامی هستین در حق آی پدری بکن پیتی بکن وتی جنکا ملکه آپاکا پاروخلکا بر رسم یعنی زاماتی و آی دلا شاد بکن. و کلیپ ممکنه مازم بی تاوشم اگر نت ضعیف ما بطر مسترین دیم ده